خدا رحمت کند حضرت جنید قصه معدنی حال میزند. مولوی حضرت جنونی چنین نقلت اندر ساعتی روز، جنید اندر ره میرفت با سوز. دوستای خدا با سوز میرفتن در قضای راه، هر طرف اینکه زنای بیگانه و زنای هر گونه رو تماشا کردن میرفتن. هر خانه در مثل گاوی بیشاخپن نمی در آمدن، در راه ها سوخته سوخته میرفتن، در فکر خدا بودن. و ناگاه دید اون ملعون شیطان و مکاری شده چو طفل عریان، جهت در گردنی هر کس سواره، جنید انداخت سوی اون نظاره. نگاه کرد شیطان هم میشناختن، آد شیطان دیگر شناخته نمیشود. اونا شیطان هم میشناختن. دید که شیطان خودش را به منزله کودک کرده و کودک چهل است. هر یک آدم کودک که بیند حتمی یک سری وی دستمال میکند، یک دوستداری میکند. شیطان میدانست که خودش به کی مبدل کند و هر یک شخص می آمد این طفل می برداشت. میدانست که این شیطان است، بوسه میزد، به او پیسه میداد، به او غذا میداد. جنید که وی شناخت به او نظاره کرد، گفت عیب نمیدانی، عیب نمیدانی گفت که در گردن این مردم سوار بشوی، عیب نمیدانی که این مردم با تو اینقدر معامله خوب دارن، عیب نمیدانی گفت، از خدا نمیترسی. لیکن ابلیس چی جواب گفت؟ جواب ابلیس رو ببینه، بسیار جواب قابل قبول به جنید گفتن. جواب گفتن که جنید دیگر عاجز آمدن. گفت ابلیس مردم نیست اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا. اینایی که میبینی من سوارشان میشوم، اینا را تو گفت آدم نگو، اینا را مردم نگو. اینا کسانی هستند که چو گاو و خرچران در روی دنیا. بود مردم همان قوم جگرریش که رای حق پرستی کرده در پیش. آجا تو مردم گفت جنید تو هستی، هر یک دم میسوزی، هر یک دم در یاد خدایی، هر یک دم در فکر قیامتی. اینا پروای قیامت هم ندارن، پروای گور هم ندارن. بعدش آنقدر به انصاف است که زنده شدن در قبر باور ندارد، اگرچه نماز هم که خواند. ولی این حقیقت دارد. باور کنید بعدش نماز هم میخواند، قیامت هم باور ندارد. زنده شدن در قبر و عذاب و راحت قبر هم باور ندارد. شیطان گفت جنید گفت هیچ وقت نگو این خیال. اون مردمی که با تقوا هست، خدا ترس هست، با اونا من چقدر نمیشوم، من قوتم ندارم با اونا نزدیک شوم. لیکن اینهایش که از من گذرانیدن، اینا همش گاو و خری من هستن، من اینا را سوار میشوم. اینا معدن حال میگوید، یکی از من نرنجد یکان کس. هرچی میگویم سخن عزیزها هست، سخن خدا و پیغمبر است. به خدا قسم هیچ کدامش سخن من خودم نیست.